سلام به همراهان همیشگی چنل وومنز هلت یا سلامت زن. امیدوارم حالتون عالی باشه. اگه تازه به پیج من اومدین و منو هنوز سابسکرایب نکردین، من مهسا هستم، کارشناس آزمایشگاه. ازتون میخوام که حتما منو سابسکرایب کنید، چون توی این ویدیوهام نکاتی در مورد آزمایش‌های مختلف رو بهتون توضیح میدم که برای همه مناسب و مفیده. و توصیه میکنم که به دوستانتون هم شیر کنید تا اونها هم بتونن از ویدیوهای من استفاده کنن. ممنونم. توی این ویدیو قراره که راجع به آزمایش اسپرم براتون صحبت کنم. توی آزمایش اسپرم که مهمترین و بهترین راه برای تشخیص ناباروری آقایون هستش، هم از نظر ماکروسکوپی و هم از نظر میکروسکوپی مورد بررسی قرار میگیره. از نظر ماکروسکوپی ما میایم حجم نمونه منی، رنگش و غلظتش رو مورد بررسی قرار میدیم. و از نظر میکروسکوپی تعداد سلول ها، تعداد اسپرم ها، نوع سلولاش، از نظر وایت بی سی و اینا مورد بررسی قرار میگیره که الان توضیح میدم. در قسمت میکروسکوپی اسپرم ها ما 3 تا لام تهیه میکنیم: لام مستقیم، لام نئوبار و لام رنگ‌آمیزی شده. در لام مستقیم ما حرکت اسپرم ها و وایت بی سی از نظر سلولی اینا مشخص میشه. در لام نئوبار تعداد اسپرم ها مشخص میشه و در لام رنگ‌آمیزی شده اسپرم ها از نظر شکل مورد بررسی قرار میگیرن. حالا ما حرکت اسپرم ها رو به 4 دسته تقسیم بندی میکنیم: حرکت گرید A، حرکت گرید 2 یا شکل B، گرید 3 یا شکل C و گرید 4 یا شکل D. در حرکت A اسپرم ها سرشون به سمت جلو هستش، حرکتشون مستقیم و خیلی تند هستش، یعنی تند و سریع فقط به سمت جلو حرکت میکنن. در شکل B اسپرم ها هم مثل شکل A حرکتشون به سمت جلو هست، مستقیم هست، ولی حرکتشون کندتر هستش نسبت به گرید A. این 2 تا گرید یعنی A و B گرید هایی هستن که اسپرم هاشون را برای ناباروری جدا میکنن، به خاطر اینکه حرکتشون خیلی سریعتر هستش. برای آقایونی که میخوان آزمایشات IVF انجام بدن برای خودشون، این اسپرم ها رو جدا میکنن، یعنی A و B، به خاطر اینکه حرکتشون خیلی سریعتر است. در گرید C اسپرم هایی هستن که حرکت دارن ولی یا به صورت دورانی حرکت میکنن یا جای خودشون میلرزن، یعنی حرکت مستقیمی ندارن. و در شکل D اسپرم هایی هستن که دیگه هیچ حرکتی ندارن. به این اسپرم ها میگن اسپرم های غیر متحرک. اگر که آقایونی بخوان متوجه بشن که از نظر ناباروری مشکلی داره یا نه، باید 70% و یا بیشتر از 70% گرید 1، 2 و 3 رو داشته باشه، یعنی شکل A، B و C، و کمتر از 30% شکل D رو داشته باشه. خب این از نظر ماکروسکوپی و میکروسکوپی اسپرم. آقایونی که میخوان آزمایش اسپرم انجام بدن باید چه شرایطی داشته باشن؟ این آقایون 3 تا 5 روز قبل از انجام این آزمایش باید فعالیت جنسی نداشته باشن. دومی که تا 24 ساعت قبل از انجام این آزمایش متاسفانه نمیتونن دخانیات، سیگار، قلیون یا الکل استفاده کنن. از نظر استراحتی، از نظر خواب، از نظر تغذیه، اینا همشون روی حرکت اسپرم ها و تعداد اسپرم ها تاثیر میذاره. پس شب قبل از انجام این آزمایش بایستی غذاهای سنگین و چرب استفاده نکرده باشن، بایستی خواب کافی داشته باشن و حالا موقعی که میخوان نمونه رو بگیرن، بعد از اینکه نمونه رو گرفتن کمتر از 10 دقیقه تا 1 ربع بایستی نمونه رو به آزمایشگاه برسونن و حتما هم دمای محیط باشه. بهترین دمای زیر بغل هستش
که با دمای محیط یکی هستش. نمونه رو بس ظرف 10 دقیقه تا 1 رو به آزمایشگاه برسونم برای مشاهده نمونهشون. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کافی برده باشین. تا حدی تونسته باشم سوالاتتون رو جواب داده باشم. سوال دیگه ای دارین برام کامنت کنین، حتما جواب میدم. به دوستان دیگه‌تون هم شیر کنین تا اونها هم از این ویدیو استفاده کنن. ممنونم از همه.